ما برای آماده نمودن اوموچ اوقات ملی تاجیکی استفاده میبریم از آرد، نمک، آب، پمیدار، کبوتی و علفهای بهاری. حاضر ما یک نمودی و طرز تیار نمودن اوموچ را به شما پیشکش می نماییم. مرحمت. برای وی کردن ما آرد را استفاده می بریم. اوموچ می شود با علف، اوموچ می شود با شیر. حاضر ما طرز تیار کردنی اوموچ علفی. برای آن اوموچ علفی میکنیم که اوموچ علفی را بیشتر در فصل بهار استفاده میبرند و اوموچ شیری را در فصلهای زمستان. تا آماده نمودن وی اوموچ ما از علفهای زیرین استفاده میبریم. ما در اینجا موبافک، برگ زرف، پیچک، پودینه را آماده نمودیم و در اوموچ استفاده کردمون همینها را استفاده میکنیم. همین اوموچ مالی هم یک نزاکت خود را دارد. پیشتر همین اوموچ را فقط برای شخصانی بیمار استفاده میکردند که این همچنین یک ابخات سبک استفاده کرده میشد. این اوموچ مالی هم خاصی خود را دارد. ما برای آماده نمودن اوموچ ما علف را می دریزه میکنیم. خصوصیت طبیعتیش همین که در وقت آماده نمودن اوموچ علفهای بهاری را استفاده میکنیم. علف بهاری همین برگ زلف برای همه بیماری ها شفا بخشنده است. این چنین پودینه، این چنین موبافک خصوصیت های شفا بخشش در همین استفاده کردن علفهای بهاری می باشد. اوموچ مالی را من از خشتومن کلانم. من خشتومن نداشتم، در خانه خشتومن کلان داشتم. از خشتومن کلانم یاد گرفتم همین را. خشتومن کلانم میگفت اوموچ کن، اوقاتی هم گرم است هم اوقاتی سبک است برای بیماری. من در خانه مادرم این خیلی اوقات را خوردگی نبودم و اینجا آمدم خشتومن کلانم نشان داد کردم خوردم خطورش. برنج و از علف بهاری، آشی توپه، دالده، منتو، سمبوسه، الوک. از علف هم سالاد تیار کرده می شود که ما میکنیم میخوریم. از همه نمودی علفی همه بهاری میشه که میجوشونی سالاد تیار میکنن. جوشوندگی. این اوموچ را آب کم کم اندازی که رنگی برنج شود. گفته فایدهش باز زیادتر است. گرم است. آب خوراکی گرمه گفته. میشه که زمستان باشه شیری میکنن. بهار باشه علفی. همین علفای زیر حولگی مون میشه که ما استفاده بریم. همین خوراکای ملی رو ما کنیم که همین خوراکای ملی عیبی نداره. فرزندای ما یاد بگیرن همین خوراکای ملی را. خسر پیرداران فقط اوموچ میگن، شیرک میگن. من نمیگم. وقتی که ما اوموچ رو میمالیم برای تیار کردن ما باید پیش از در دیگ انداختن علف رو آماده سازیم. بعد از علف ما از پمیدار و کبوتی سالاد تیار میکنیم. بعد با وی استفاده میکنیم. چکه ایرا با همین خیلی وی دارد. وقتی که آرد میندازی او میندازی همین مالش کردن میگیری خودش تیار شدن میگیره. بعد این وقتی که تیار شد همین خیلی کلولک خشروم بشه آرد در روش نباشه. وقتی که همین آرد میکنیم میمالی و خودش تنها تمام میشه. آرد نداره، آرد معلوم نیست دیگه آردار نداره. همین خیلی خشروک رنگی بنوی. انا که حالی ایر وقتی که ما میگرفتیم وقتش ده تیار میکنیم همین خیلی تیار میکنیم بعد زیادتی میمالیم همین چرا اوموچ میمالیم چشم میکنیم همین خیلی وقتی
کرسانچه خیلی وای چشم میکنیم رنگی معنی کش میشه جدا میکنیم کتش برای اوموش جدا میکنیم با مایده وایره برای کودکای مایدکی معنی کش برین میشه رنگی معنی کش میکنیم بعد علفای وای میدوزیم میتونیم مثلا شیر قطی کنیم اوموچه میتونیم علفای حاضر زمان اندازیم یعنی این نیازبو انداب و این نیازبو کیم چیا بوی میرب ای و پیدا میشود برای همین اوموچ برای کسلی های همین پیران سالان فایده آور است وقتی که همین اوموچ هم سبک است هم به همون وقتی که میخورن اوجه معلوم میشه که همین کسلی کمک بهبودی آمده است برای همین ما فقط همین اوموچ تیار کرده میمونیم من در بانک ها همین خیلی میگیریم بعد ماندگیش باشه چشم میکنیم تیار میکنیم شیر قطعی برای کودکان معنی کش رنگی معنی کش میشه خیلی فایده آوره برای همین کسلیات چی قدر باشه فهمای است میخورن میدانن تاجیکی ما یک ملی تاجیکی خوراک ملی تاجیکی این با سیزن داره هم کدام وقت میکنی نه که خاک سیزنش همیه که ریحان میدوزی پودینه میدوزی میخوری نه که اگر زمستان دکنی مثال با زمستان هم علفای قاق کردگی هست علف قاق میکنیم علفای قاق هم مثال اوموچ تیار کرده میتونیم خود هیچ چی نداره فقط همون اوموچ خودش میمولی فقط اوموچ میمولی همون خودش تمام دیگه یگان نخوتی دانگی نمیاندازیده دانگی نمیپرتایی کدو قطعی نکردیم فقط کدو که شیر کدو میکنیم کدو را تیار که میگذرونیم میجوشونیم یا که شیر کدو تیار میکنیم ای کدو ای همی چی کدو شیر کدو تیار میکنیم خیلی شیر کدو میخورن یا خیلی مثال در کار باشه با پوستش میاندازیم در کار نباشه ای تیار که میگذرونیم به پوست میاندازیم این خوراک محلی خیلی خوراک شیریه فایده آوره همین سال خیلی کدو کردیم کدوهای خیلی گیدی پایی برآمد میکنیم خیلی چینی مهنت خمون میکنیم چینی زوری خمون همین هاتوده میکنیم ای خوراکا همه خوراکای ملی تاجیکه حاضر به فکر ما همین خوراکای ما میکنیم فقط اویله خودمون میتوان خورده دیگر اویله ده بگی بر حاضرا میگن این چه ما نمیخوریم میره همون رو نمیخورن یعنی کدو این نوع زنها گفتن خونهاشون میکنن کودکاشون آموختن مثال میخورن یا دیگه اویلای حاضر آمده اگر ببر همین اوقات حاضر زمان ما رو ببر بخورن میگن این چیه نمیخوریم اگر هرچی مادر هرچی میکردگی باشه فرزندا هرچی خور میشن هرچی که باشه مثال میخورن چی تیار کنی میخورن یک کودکانی هست که تیار نمیکنن نمیخورن و یا معقول نیستشون وقتی که من تمام کردم اینستیتوت خوندم وقتی که مادرم صنف 10 بودم مادرم گذشت بعد پدرم در تحت نظارت پدر موندیم پدر مرا اینستیتوت داخل کرد تمام کردم اومدم خیلی بیبیم بود بعد خوراکای هم خیلی هر خیلی خوراکا را بیبیم میپخت یاد گرفتیم یک وقت شد که همین قلمه در کار شد شونه قلمه همین خیلی دیگه موبایل دمودیم خیلی قلمه را تیار کردیم آوردیم یکم شخصی همین خواهرم بیبیم همین تیار کرد و ماندگیش گفت شما 4 دیگر شد بیبیم گفت که ختم پزین بیبیم خیلی رفت قلمه گرفت رفت این 4 تا ما دمون همین علاوه زیر کردیم چخون تنو کردیم قلمه را در دری روغن پرتافتیم علاوه تیز قلمه سوخت قلمه را هم تخشرو گرفتیم بجا کردیم اوتام هم خیلی شتگی پدرم قلمه را ایس بجا کردیم پدر نبینه گفته این 3 دیگه زدیم هم دیختیم خیلی تغیری کردیم گرفتیم بعد گفت که بیاره پیش ما بیاری کجا بردید پیش ما بیارین بعد پیش بردیم این نظرش گذراندیم اینا گفتم 1 تا 2 تا 3 تا شید بعد 4م کنی گفتم 4م سوخت آتا گفت که 4م بگی بیا 4م آوردم که خیلی سوخته گفت که بچم انا این آرد و آبی خونه من میسوزانی میپزانی یاد میگیری پگاه خونی شوهر رفتی در خونی شوهر گپ شنو نشو اینا من همین کاری کردگی تو ما جنگ نمیکنم تا حالا که آرد و آبی خونه پدر تای میکنی میسوزانی چی خیلی میکنی تیار که یاد بگی پگاه خونی شوهر کردی رفته گپ شنو نشید خیلی اومدیم خونی شوهر اومدیم یگان گپ شنو نشدیم یگان کارد متهم نشدیم همین کارا رو میتونستیم از عهده همه کار میبراندیم نمی خیلی ما تیار کردیم ای سالی 74 تمام کردم اومدم همین
حقیقتی ببینیم همه کارهای نمی اوموچای دلدای شیرکای علف بریونای چیه که هست همه را ببینیم یاد گرفتیم نشون داد. اکنون این خیلی هست که همین حاضر همین زنهایی که همین جا هستن این مثال میان عمرن یا میتونن میکنن نه که فرزندای یا نقض نمیبینه حاضر زمان فرزند همین و یا نقض نمیبینه خیلی میبینه میگه این چیه و این نقض نمیبینه و یا برای که همین هرچی کن هرچی میکردی فرزند هرچی خور میشود. همین حاضری ماده یافتیم برد کلباسه بیار ساسک بیار سمیتان بیار قایمق بیار بوده کالدون میکنه و این خلیب ده چی برآمده وزیر خودک برآمده اما خودک اوقات اشته بوده که میگردونه و دیگه اوقات خونی مادرش نمیخره اینا می خودک میگیره میخره میگرده. یعنی ما برای همین مادرها گفتنیم که همین خوراکای ملی را از نو برقرار کنن از نو همین تیار کرده فرزنداشون یاد گیرن. پیش دوغ مادرها دوغ میکشیدن گوده چولاو میگفتن دری دوغ بانکده میدوختن دوغ آب میریختن نمک میریختن چولا بود سبوک میقجیدن میخزن میرفتن میخوردن همین ای وابسته به همون اویله اخی. ما در تیرما در فصل تابستان از همین میوه هایی که در حولیمون میشد ما ذخیره میکنیم تا اینکه در زمستان استفاده بریم. بعد علف هایی که میشد از علف ها هم ذخیره میکنیم که در زمستان استفاده بریم. ذخیره میکنیم در همه از زمین های نزد حولیگی خودمون از میوه های و باغ خودمون ذخیره میکنیم. و گپ در مادر باید فرزندش بشنونه بگه بچه‌م من سین سال 18 داشتید گیر بچه‌م یک تیاری زندگی تا نگاه کن. این خیلی گپا در مادرای ما نیست نمیگن. این خیلی گپا مادرای ما خیلی سخنها فرزندا دا نمیگن. اگر همین مادرای ما فرزندا دا همین گپ گاوزنن همین دخترها هم خیلی میگن که حاضر زمان دا گپن گوش نمیکنه حاضره مادر گم زنه ای چه این خیلی بد ولی مادر هم نمیمونن گپ زنه گپ زن خودشون با خونه خشتمند که رفتن طاقت ندارن در خونه خشتمند دیگه نمیخیل گپ میزنه خشتمند گپ داره خشتمند هیچ وقت نمیگه خشتمند که بچه‌م تو برای عائله بیجار بپر ویم همین نصیحت میکنه یکی همین نصیحت ها رو نمیبردارن نمیان همین وابسته به مادر. اگر پدر و مادر در خونه همین فرزند همین تربیت کنه و هیچ وقت از زندگی سرکشی نمیکنه متهم نمیشه. تلفن تماشا میکنه اوچش میره کار رو کردن میگیره. کودکای مایدهک هم تلفن البته تلفن هم را کار باری همین مورا تلفن کشتگی نمیگه میزی گوش کردن نمیخوان که چی گفته استی و فکری خودش همه در امو دیگه درباره زندگی خیلی فکر نداره. بودم خیلی زندگی وقتی که مردک ایدر میدرویه مردک از در آمد پش قطعه تو چندش قطعه میدرویه ایدر میدرویه که یه چیزی میبینه گاو میزنه زنش گاو میزنه فلان به مدون دیگه جنگل سر میکنه اومد مردک خب که خیلی میلی میکنم یا بارم تعریف مردک میلش بگو هیچ همان پس میشه همان میفهمی چی رو کو ایو سو میگه ایسی میگه دیگه دو آدم گپ نیست دیگه تمام یک دیگه فهمی که نیست اینم خیلی کوراه. آب در دیگی ما جوشیده ایستاده است. ما در دیگ کم کم اوموچه میریزیم. اگر ما اوموچ بسیارتر ریزیم اوموچ باید میشد یک دیگریش میچسبد. کم کم اندختان میگیریم. برای آن ما اول اوموچ میدازیم که علف بهاری تیز رنگی سبز میبرارد. برای همه سبزی بد میشد ما اول اوموچ میریزیم بعد علف. در وی قدیمه ها میگفتن که اوموچ برابر گوشت گاو میپزد. تیز نمیپزد. همه اوموچ گرچند که یک چی عادی تیار میشود لیکن برابر گوشت گاو میپخته است. برای چی؟ برای وی که بیشتر اینها را در آدمای بیمار وی توصیه میتیان همچون چنان پزد که سبک در وقت خوردن تیزم هضم شود. اگر اوموچ وی پختگی نشدگی باشد برای هضم کردنش دشوارتر است برای که از خمیر تیار می شود.
بازی ما کمتر انتظار میشیم تا که آب جوشد. بعد جوشیدن آب ما بعد علف رو در این اوماچ ما علاوه میکنیم. ما تا جوشیدن شه این اوماچ کوفته میستیم برای اینکه از خمیر تیار میشه تا اینکه تگش نچسبد. بازی ما در اوماچ قریب تیار شده علف علاوه میکنیم. کم ترک پمیدورم علاوه میکنیم. خوراک ما بعد 15 دقیقه تیار می شود. اوماچ علفی ما تیار شد. ما بعد تیار شدن اوماچ علفی به وی خورش و چکه علاوه می نماییم. اوماچ علفی ما تیار شد.